اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در مسلمانی ما مثل آخرش از اون خون نیست. خود نمی این از چیز حاضر بگو من کنچه محمد افغان محمد افغانی هم افغانی نه و هم افغانی نه هم افغانی نیست و استرابادی ایرانی است در افغانستان اون کاری سیاسی که بردگی بعد مردم خودش نامش افغانی کرده بین افغان کار برده کار بردگی مثلا استاد از باید واسطه سخن کشایی زمان حالا ایستاد کار بسیار می‌فرمایید کار بسیار می‌فرمایید و شرافت من حاجی میرزا امین که دکتر کشون 14 سالش روزی تولد داشت. این شرافت بینتی توی بالای توی گفتگی گفته بارین من حاجی جوره بیگ از نزدیک این چند سال باز از نزدیک ما هم نشین شدیم این هم توی برای ما با استاد لایق شاه گشنده که در یک شهریم پهلو به پهلویم لیکن گر پیشی منی دریا منی چوبه منی دریا منی همین که برین امشب به شرافتی شما کنه ما نصیب خدا نصیب گردان به دیدار بزرگ ها مشکوریم میشه بیانم همدونه بزنیم بزرگ ها خونی بزرگ سلیمان یک دنیا برای اول میخواستیم برای همه خاندان الهی خدا به این خاندان شرافت بخشد آمین و این خاندان خیلی صحت و خاطر جمعی بخشد خدا همه مرادی که دارن حاصل گرداند دخترچه های توی کنیم من محکم داشت است شادکی و کایم توی ما میشه خاطر من مسئله میکنیم توی مسئله میکنیم میگود در اصل محکمش میگود اپی میکنیم میکنه من میگود دمرا مرد زنی ولی میکنیم میگود در که توی کار میکنیم خدا به شکر همین روز با یک دیگر دیدیم این روز به رساندگیش نرساندگی این 5 سال بعد برای زنده گشتم یا دعوت کنم برای بعد از 50 من با جان شیرین میشه از عمر برای آدم اخلا عزیز بود از عزت که من کم خوره با باور کنه خواب تو میترسم عزت کی خوابم دادری مرگ بیا کم خوره من میگم یا اون استفاده کنم آدم این نظر خمیرم کار میکنم آدمای نغز بینم زیادتر شیر زیاد خونه آدمی نغز کوشا بره آدمی نغز بره شهر دوشنی حقانی یگو میبینید کم شهر یواش بگید حقانی من همون روزی شکر هستی تو در کوچه هم چهره تا میشه که دلم این پوزهای اکتیوی شهر اکتیوی شهر با فوک‌های زیست چون قدیم نیست شما بودید اکتیو با اکتیوی شهر همون بیگانه شد تا ساعت 5 دنبال آره جناب قربان همین روز پروردگارم بشو یک روزی دولتی برام میخورم که نمیتونم دم ادادم حج من قبول نده چون من با پول تو میرم پول خودم نمیرم ما حج اکبر برفته که ما 100 کعبه آب گیر باید دل نرسد کعبه چی میریم برای دل آرد دریا تو شما پیش دارم حاجی بودید تا دلها رو زیارت کردید دلها رو آباد کردید خانه ها رو آباد کردید ملک آباد کردید فضای ملک ما از آباد شما خداوند پر است من در همون روزای نامردی من یک وعده دارم یک کسلی دارم یک شیر سر میکنم اگر نیافتم تمام هم دو بیتم میسته تمامش نمیشه گپ تمام شد مثل آدرک بیت خواندم دیگه تمام داد نکار نینا گفت روزا گفتیم سوس کردن درباره خیام یک بیت گفتیم که آن شاعری که با فلک آویز کرده است در تیغ آفتاب قلم تیز کرده است دیگر تمام داد در کار دیگه تمام دادن خودش تمام شد دیگه گفتید بعد همینجا یک بیت گفتیم که بیا بشکن سر شیشه بشکن سر شیشه سر شیشه سلامت با رها کن سر ز اندیشه سر شیشه سلامت با
در این دور ستم پیشه در این دهر ستم پیشه بنالد ریشه از تیشه بنالم از هم ریشه سر شیشه سلامت بار. اما انشاءالله ریشه ما تری است در زمین اجدادی است در زمین ما چون میگفتید در زمین مادری ما است خب این خیلی حادثه ها بسیار بوده است در تاریخ لیکن به این درجه ننگینش نبوده است نبوده گه؟ Не, это страшнейшая война в истории Земли. در دنیا این خیلی جنگ من تجربه جنگ کنم وقتی من چیزم من همین خیلی مثل گردم تمام گرام برای مثلا این مردانگی شما دوئل بود من بسیار هم جنگ مخورد دوئل خیلی. دوئل از کو جنگ تبتن میگم من بخاطر رنج دید تا درجه ناموس را میام مثلا ناموس میاد تو جنگ مثلا قد ناموس. نه ناموس چست هم مردانگی هم جست اویل مشترک مثلا که خواهر که مثلا نوادرش است پدر کشتنش ممکن است لیزا این خیلی وحشیانیت هیچ وقت یک بار که برای مرحمت بیشترم جنگ هم خیلی بود که مثلا دور رستم و افراسیاب این طرف اومد کوزه این طرف میامد فرض کنیم تو پهلوان میدان هم میزدن. میزدن اینا تماشا میکنن کلاش مغلوب شد مغلوب رفتیم دیگه تماما؟ تمام جنگ عجیب بود این از این خیلی نشده بود خیلی همین دیگه نشده بود الهی همین سری بزرگامون زنده باشد سری حاجی بابا زنده باشد سری شما چند وقت که بودن اولین آمدنشان گفتم که شهر پر کرد قربان شماست بعد دلاور کردم که شهر می تاجیکستان باز پر کرد حرمت جناب شما خدمت هم میکنید. این نیپرینور جان افسران گفته رسا هم تو من خدا کامو زنده باشید لهجه گفتم خدا کامو. خدا کامو مرزا جان از بار دیگر بسیار تشکر باش شدم هم خانقاه همه 4 میلیون آدم جمع کرده باید شدید چون که راستش بگم تمام دنیا با فارسی زبان اگر 100 میلیون باشن استاد 100 میلیون غفور افتادن 100 میلیون 100 میلیون. 100 میلیون اگر 100 میلیون نداندم مثلا 50 میلیونش استاده مثلا 4 میلیون گفتیم بیجا نیست 50 میلیون یا هم 100 میلیون میداند داخل استاد میداند این خوشبختی ما هم یک کماکل میداند من همین استاد عزیز همین سالهای مثلا غریبی بگیم یا غربت بگیم همین ازبکستان و قرقیزستان میریم هیچ راه ها وزین یگان جا یا مانگی نشده است شکر همین کسب ما یگان جا مانگی نشده است ما هم گفتی استاد بیکار نشدیم اینجا بخیر این خیلی چیزا شد ما رفتیم از نامی خلق ما کنسرت ها کردیم اون طرف اقیانوس این طرف همون آسیای مرکزی و جیم نشیدیم کار کردیم کاری خدا ما کنسرت ها کردیم تاجیکایی که بود درونش درآمدیم دیلا شد برداشتیم مثلا استاد خوجم به خانه وقتشان نشده دیدن زندگی مثلا بد نبود دیگه زندگی مالی بگیری خانه بگیری زندگی بد نی لیکن هیچ 5 سال من آدم نکردم شما ها نمیرسید فقط شما ها نمیرسیدید دیگه همه چیز این چیز برای عالم برای شاعری برای حافظی این چیز دینام است لیکن محیط شما نمیرسیدید هم هیچ عادت نکردم استاد بچه ها مثلا عادت کرد بچه تبه من هیچ نتانستم استاد هر روز دیدم یه خدا بهش به تعدیل برسه من میام دیگه بدم که بعضی ها نرم از اینجا میگن نبیا من نمیخواد شده خیلی تقدیر نام نصیر همه سال بوده است من یک مقاله نوشتم که 5 ساله که بیش از 1 قرن بود گزیتی سفری برآوردن اینا خواندید اتحاد من همین ما یکمش که همسال ما 3 کس استاد یک جا به 35 سال کلام شنیدم استاد جان 30 سال بیده خیلی 30 سال شد این 30 ساله که بهترین سالهایی که مثلا لایق شد جوربک شد سلیمان شد سروری شما استاد ما این کجای آن کجا برای همین روز کجا که یک کزن دوشنبه برود حتما استاد همه تایی میپرسن یک به یک خودم اخت پزما میشناسه شما اونجا بسیار یک دیگه را تا معلوم نی من اونجا یک خودم دیگه این چیزا ما همینجا تنها همون وقت اون که همین مصرها خطا باشن از امیر عالی میخوان در میانی گاه های هم در خیلی شما همین
کنسرت هم گفتم همین ایران نصیب دست رفتیم همین افضل شاه برکی آورد از نام همه کتا رفته سلام نگو من خبر میگیرد لی برکی وای سر مسئله و همه مثلا بسیار مرد است وای سو مرد باشه در فرزند آدم خوبه بعد همه ایران نصیب کرده خند نخواستن پرسوندن حتی خند نصیب بوده رفتیم همونجا این خیشتوارا بدم یا خودی من افکم کمال خوشندی با؟ ها لیکن من شما میرید گفتم من از اونجا رفتم ثانی مردانه درست کنید همینجا همه هموطنای دیدیم ثانی خیلی رفتیم سلام کردیم خیلی خیلی خیامدی سلام نکردم دیگه رفتیم علیه السلام همه افضل جا گفت سرجان سلام خیلی سلام کرد ثانی ما احمد شایی که تلویزیون برام دشمنی خلق بود و همون نفس همش گذشت کنسرت شد کنسرت بود اون شب شبیه تولدی حضرت علی بود بعد شیخ کمال هم راه اونجا به یکم دین ملاک سرور بعد دویم پرزیدنت بعد سوم شورای عالی بعد چهارم تم همون شجری شبیستری بود میگویم ما شبیستری بود نه اکوش سفیر بود که اینجا باشه بیستری همون تبریز گفت دیگه اکوی همی میاد اشار دنبال است وای 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 اینو بخوام استارامو طوری شده بود اون وقتی اونجا کنسرت ممکن نبود کنسرت ما پاک میشد ما قبل لباسای خانگی و کوچیکی همین وقت شیردوست مثلا قریب تماش داده بود ایران گپ غیر یک فرزانه رفته بود از یک درست شد همین تاجیک نیست که ایران ثانی شیردوست هم تا اون استاد گفت برام میگه گفتم چرا ما چه اومدیم گفتم اینجا ماشین تا همین گفتم همین افضل شاه 8 دقیقه رفت تارا آورده از مهمانخانه ثانی آورد افضل شاه برام دوانجا برام فضلی برام یک دایره یافتیم برام دیدیم که لباس ساختیم برام دیدیم بعد می باشنده که گفتیم که من بسیار خوب که گپ زدیم که ایران گفتم من گفتم حضرت رودکی فرمودن در قرن نو یعنی مثلا می باشنده که اول رودکی این گپ ده یک ایران نگیدم هیچ شادی نیست اینه چه گفتم بعد قرن 14 گفتم حافظ بزرگ گفتم که در ضمیر ایمان نمی‌رنجد و غیر از دوست که از دارم قرن 20 گفتم استاد فرستاده گفتم که تا توانید تاجیکان را کمک کنید هر یک گپ نیک قرصک همین گپ هم میگه به ایران نمیدونم تاجیک با همین درباره دوست گفته است میگه میفهمم لعنت راست شدم بعد سرودهای خواندیم هم رو باید ماهیج زمانه هر یک میسر به قرصک میزنم بعد نشد همونجا به عکس گفتم که امیر عالم خان وقتی که از اینجا غربت میرم گفتم بیچاره غربت میرم بود نیرونم اونجا خط نویسی زندگی خط درستی پیشم مردم تعلیم مراجعت میکنن که من اجازت و تمام رفت وفات کنم خواست تعلیم سیاست که نمیشه ممکن نیست هم پیش وفاتشون قرضم تگ تگی قرضم آن مراجعت کرد قرضم تگ چه نوعی خدمات درست تیلاشون میگفتن بعد وگان رفته که درست تیلای صاحب تلواری تلواری اینطور که همون عربی جوره ما دارم عربی سرخ در بخارا اطراف بخارا حتی از گوش زنکا هم گوشتاره هم کندن گوشت کنده شده گرید هم گوشتاره گرفتن دستمانهای بیتن و اینوش هم بوده بغیر از اون که خزینه شد باید بیتن خوش بودیم اینا حضرت لیرین در تمام پاییز تا کجا رفت تا کدام استانسی آمد از مسکو هر بار تلفن چه قانونساز نمی‌دونم سوله بریست تو شبوشی رسی همیشه تلای بخارا دست کردمش سوله بریست هم دادن که بس شد بنجا نه گپ نمی‌رونه بعد اونجا برام مجبور بودم دیگه هموطنای دیدم دیگه پولی یک کس خارجی خیلی پول غریب دیگه سینما قدر زنن ما همین کم بغل باشیم هم قطعا ما بودیم بعد گفتم امیر عالم خان پسر شما نصیحت کرده گفتم که من وفات کردم پس بعد ختم می‌شید وفات کرد گورچو همش لازم ختم می‌شون که نوشتیم که سری خبرنامه نوشته ماندم امیری بی وطن خار و حقیر است گدا گر در وطن میرد امیر است آرزو می‌کردیم این کسی هم تلویزیون مثلا من هم که تمام هموطنای ما گشت تاجیکستان بیا خدا خوش شو ساده سنی یکی از بهترین روزهایی که در 5 سال مثلا در غربت همه جا بودیم بهترین شب‌ها تمام دنیا بشتیم آدمای نزختی من مثلا خدا مهربانی میکند لایق انگلی جرزده کسیتشین برارد حالا که ما خدا ما کسیتشین نبراردیم اینه بین زندگی امریکا من 50 سالگی میگذارن اسرائیل 50 سالگی من نمیگذارن استرالیا میگذارن حالا دوشنبه من نگذارن مثلا ده این چیزا ما چه مثلا میگیم
همون به خدا به شکر این یکی از بهترین روزهایی که 5 سال غربت بود. همون 5 سال غربت من همیشه به خدا ما جمشیدی برام درکه. جزا بسیار تشکر. همون دخترچه دام خدا خواهد خوشبخت مادر میشه. خوشبخت عائله میشه. چرا؟ استاد دعاشون گفتی، استاد خودشون خب باباش. استاد دعاش گفتی، خدا خواهد دعای ما هم. خدا خواهد عروسیش استاد اینا رئیس میشه ما دو تا جانشین ان شاءالله هم شعر و هم سرود صافی ما باقی گید برای همین شب خدا نصیب کنندگیش برای همون دختر خوشبخت شدن برای این عائله برای استاد عزیز برای استاد دین در پناه سر سلام نگاه داره شما چی بگم برای شما بخت ملت این چیزا اگه ما به افسوس حال این نام شما بودی بعد 1000 سال افتخار میکنن همون بعضی حکم زندگی تاجیک به هم دسته دعا رفتی دسته برای زیغ نمیشه نیست قبل شما و گفتی خودی لایق که غم نخوره که غم شما میخوره سلیمان جان زنده باشه حضرت سلیمان برای من شما شکر ما برای ما حضرت سلیمان شکر زیاد سادات شکر سادات شکر سالی میانه من روزهای هر شب تلویزیون میبینم یا دیگه چقدر برداشته است حالی هم یاد نگیفتیم حالی هم یاد نگیفتیم استاد جان آبودی شده گپ گفتن ارگاه زندگی بگفتن لایق نفت زندگی بگفتن زندگی بگفتن نه استاد جان چه به ایجادش 50 سال که 51 سال که 50 زندگی باید این کار همه برآمد کند شیرش همه حافظ میخونه خواند استاد لایق‌شاه ملاجوره کو استاد انا شیزا نمیچ راست گپ همه جان گپ گفتن یکی میگه از خدای متعال هزاران به خدای متعال شکر میکنیم که راست گپ همین وقت ساعت و همین روز و همین دنبه زنده سلامت سر میز مرزا دوست ما برادر ما خواجبه نشستیم من حاضر استاد لایق هم یک 4 مصرع شعر خودشونو گفتن راست گپ همه خیلی دوره امتی منو گفتن که بین عالم من زی همریشه سری شیشه سلامت باش من همه آرزو میکردم که وقتی بیاد که گویم که بین عالم نیو بفخرم ببالم من زی همریشه چقدر شعر عجیب است لیکن فقرم به بالا بین عالم درست عجیب وقتی که من راست گپ من همین جمهوری موبا یکمین بار شده شیر و شکر تشکیل کردگی هر دو استادای بزرگ که من در نه یکمش اپرابلی بشد ولی سیمی مرد همین خیلی بود یادم بهای پیش از من همین ایدی بانوها سیمی مرد یک عجایب شده گذشت که تمامی همون وقت الیت جمهوری و شهر دوشنبه در همون تالار نشستگی بود با بعدی 3-4 روزش من در تالار فیلارمون برگزار گردید هر روز گپ درباره خدمت شماها از این صبح تا شام گپ زنیم تمامی مردم فارسی زبان مراجعه گفتن که 100 میلیون باشد گپ زند راست گپ کم است لیکن میگن که دلا نزد کسی بنشین که از دلها خبر دارد و زیر آن درخت رفت که او گلهای تر دارد هزارها افسوس که ممکن که بعضی ها از مراجعه درست گفتن که بعض وقت مجبور میشه که درباره خدمت‌های خود حرف زنید برای اینکه دیگرها نمیفهمد یا اینکه فهمد هم که حرکت میکنه که این همدیار من نه هموادی من نه حرکت کنم پسنم لیکن به خدا دادگان ستیزه مکن که به آنها خدا داده است حضرت صاحب گفته بودن که پیش ارباب حسد مهر بلب زن صاحب گوش این بدگوهران لایق گفتار تو نیست هزارها افسوس میخوریم که همین خلق شخصایم نفرایم در همین جمهوری ما پیدا شدند و حرکت کردن که بعضی پسنن و دیگرای بلند بردارن ولیکن وای بلند برداشتنی ها وای من آخر هیچ جگون نه اساس داشت برای که با همون شعر به فکرم حضرت بیدله بلند شد کوه از پای بر دامن کشیدن ها سری سیلاب بسنگ آمد از بیجا دویدن ها من از بیقدری خاری سری دیوار دانستم که ناکس کس نمی گردد از این بالا پریدن ها حسرت احسانی یک کس من بگفت که مرا بیدله گفت یک دومرای همون اینستیتوت ما رو باشه خطا کرده است بعد آخرش وای که مرا آخر بخاکی تیره یکسان کرد این حسرت ز دنبالش دویدن ها و گردش نارسیدن ها حسرت بدو معنی شما هم حسرتی زمانه برای همین حاضر من هر دو استادها گفتن که
من همین زمانه چی نباشد که همین حاضر برسیدیم کمی بیش همین صلح و صلاح شد ساده است. من خدا و هزاران شکر میکنیم که من اهل علم و فرهنگ و کمتر با خیسری گیم آب رمسا دیم من 1100 سالگی دولتی سامانیان و من هم یک کم ترکت همه یک افج آمده یک 5-6 مصرع شعر نوشتم که ملتی آوازدارم دروازدارم تاجیکم ملتی تاجدارم تختدارم تاجیکم حکمرانی کرده بودی در دیاری بیکنار بود ملک تو کو کنارت تاجیکم یک طرف فرغانه و دیگر بخارای شریف هم بخارا هم سمرقند بود زمینت تاجیکم هر کجا بود ملک تاجیک آن جهان آباد بود ملک دارم جای دارم نام دارم بالله عظیم تاجیکم بگذار من راستگاه همین روز همین کرته گوش گرفتم من همین بزرگای دیده استاد دیده استادای دیده من سری میزی با میگیم حاجی مرزابه کرته گوش گرفتم راستگاه دیروزه همه تاب دادم که شما خوانده ساده آپای دیدیم برومد آب این عشق شادی بود من گفتم که باز من صحنه ما صحنه تاجیک ما تاجیکستان ما آباد شد پر شد پر نور شد با پاکوجدانی و پاکدلی و کردارهای نیک در جمهوری ما خدا خواهد زیاد میشه لیکن من بیهوده نیست هر جا میگیم که حیف مردم زرافشان راستگاه مردم زرافشان ما خیلی اکن تاریخ بزرگی دارد خدا اگر خواهد خیلی می آمدگیست دوران که همینش من شکر استاد که ممکن من با برای ملت بسیارتر مردم ما خدمت کند کار کند و آخران همین من گفتنی هستم که در همین نزد استادهای بزرگ که راستگاه تا دنیا باشیتون بعض عالم‌های امریکا اثبات کرده برآمدن که حجره هایی که آدم پیر میکند و یا همون سر و اسرارش یافتن گوشی که خودم بشنیدم که خیلی که استادهای گفتن که گوش تا آخر آواز میشنود باز گوش خودم شنیدم که از همین پروگرام یکمی مسکو که после открытия американских ученых человек может жить вечно. با این یک ضربه به همون نیمری شد شناسواتی که میگه که من آلگه محنتی علمای شکلندی انگلیه مورد کلینی رو چلیه که تویست هزارها من همین خیلی اگر علم حاضر راه کنه آدم میسازد قامت تازنه آدم لیکن برای اون که ما همین طبیعت به بسیار دخالت نکنیم کنگرس امریکی اجازه نداد یکی و عالم گفت که 1000 اجازه نده بالله عظیم من میرم با برآوردنم سر میکنم برای من چی گفتنی بید همین در همین گیم پیش از عصر 21 من همین 2 سال دیگر مونده است اینقدر به خیر جهل و جهالت و به هر خیر سفسطه ها باور نکنید خودی من به خدای متعال بسیار همین اعتقاد زور دارم الایمان باللسان و تصدیق بالقلب لیکن بسیاری افسانه ها به من راستگاه باید باور نکنم برای اینکه لعنت به من که مثلا همه خواندیم و آمدیم اردم هر یک از گوشک زده رفتن گیریم هم راست گپ نمیشه بید کم تر ما نمیبخشه ما شما همه وقت زنده برای اینکه لایقشا زندن الان شعر عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت الان شور دل دنیا مرا تو زنده خواهی داشت الان دیوان حافظم باشی زهر مرگ الان دیوان مولانا بالله عظیم مرا تو زنده خواهی داشت برای شما ها حضرت هم زنده باشید برای همین خانواده دولت سوالات 675 میلیون حواله داشت 675 میلیون حواله جورج جان رسما نیست رسما نواده قدرهای زنده کنه میخواد 150 سال مبارزه بردن همراه یک جای استاد بین 4-5 سال بسیار دشواری ها عذاب میکشد مثلا موافقین این میداند که هم ردیفی همکاری که همین هست از وی یک سر گردن بالای هست این لیکن وی این به راه همین این چیز تاثیر میکنه تفسیر میشه لیکن به هر حال اینو ببینید آدمای نغز جمع همین تویش اون توی مثلا زاق ده زاق آخه دختر به توی دادن میبینیم بخشه دیگه این کارش بگیم اینه فهمیدن این بزرگی اینه بینید که
فرقش نه برای این پسر می دختر می این اصلا شرم نداره. بله نه همین فهمیدگیش بگیده کن همیشه فهمیدگیش به این 4 کس جمع کیو فرق داره؟ زنده باش میرزا یک کسی هست که به ناخون دختر زاد. زنده باشی جانم اومد به ناخون فرزند زاد. اومد به ناخون فرزند زاد. هزاران رحمت شما اون بر رحمت می‌ذاری. البته میگوید که همین دم را غنیمت دام فلک شوره نمیزد پشت پناه ماش این شما هستید البته ما حرکت میکنیم که از شما آموزیم از شما یک چیز بهره بریم آینده به فخر کنیم که شما هستید از شما یک گپی سخنی نیک شنیدیم آینده به جوانای آینده به لگیم من هیچ دور نمیرم من همین درباره شبهای خوابم بسیار فکر میکنم درباره مولا سلیمان این کس آدمی بزرگ دانشمندی بزرگ ما چقدر فخر کردیم ما بعد از شب می‌خوایم کار چپ یگانه آدمی که از همه زیادتر آواز گرفت استاد لایق من درآمده روی راست گفتن که من همین میرزا 20 سال باز پنسل برات اهمیت میره این برای من یک یکم گپ بسیار نمیکنم خدا رحمتی حسین قدرت گفتن که پروپاگاندیستا باز مردن 7 سال زبانش میجومن می ما بسیار گپ این زبان پروپاگاندیستا گوشی آدمی زدن زورتر برای همون این کجبه نه برای من فخر میکنم که شما هم هستیتون در این سری مثل من فخر من آبروی من دولتی من شما هستیتون برای همون حضرت سلیمان نه اینکه یک راهی خودش آمد تمام صاحب سلیمان هست عزیزم بعد در خاتمه یک چیز گفته هستم که استاد در خاتمه معلم استاد عزیز در خاتمه یک چیز گفته هستم که همین خانم نامه تو قرآن موندگی کسی که درست البته میخواند بعد میشنه استاد درام ادر گفتن که رحمت شما با که همین خانتان دوتار بوده است من آرزوی من همین که از همین دوتار یک ناخن زدن همین کس ان شاء الله فخر من همون شود که این دوتار من با 5 سال من 10 سال من 20 سال با هم تو میایستد با که این کس جان یک ناخن برای سلامتی شما من اولین چیزی که دیدم در خانه کتاب تاجیکا بود و یک جلد زیاد بوده است فرض کنید یک جفت نبوده باید من روز میخوام قرآن ندیدم قرآن من همچون دین معرفت است دین پاک معرفت است بعد که آمد و شیعه سنی شده اسماعیلی و نمیدونم بهایی و فلان من هم شاخه‌اش خواندم دیوانه میشه همون وقت همین هر کسی که سال بزرگ شده است یک شاخه ساخته است یک شاخه مولویه خودی مولانا یک جریان صافی مولویه بزرگ فرض کنید حتی که شمس تبریز شمسیه است پور بوده است همکنی هم امروز جریان ساختنه ما بریم تاریخ هم که حضرت بهادی و نقشبندی و توره لازم آورده نقشبندی از نقشبندی است هم خواجه ولی است و هم وقتی ترکار کنم بود اما دیگه اینی باید بگشته خونشمی باید بگشته سوانخان تحصیل کرده دوره میش حیوانی خون ببین بلالایی همین یا دیگران تعریف میکنین در سر نیست در سر خان درست وقتی که کار آمد نه غایب نه رو بر رو وقتی که کار آمد لازم شد گفتن نکن کار حل کن نکن من حاضر کنم مثل حل کن نکن آفرین جانم آفرین که ما به عقل و از همه زور این نمیشه کی چی میسه گفته روزا هیچ نمیتونه کی چی میسه بزرگ داریم با هم بزرگ داریم مشکل به ما نمیرسه روز ما در دو جهان غیر خدایار نداریم ما جز غمی او هیچ دیگر کار نداریم آه یارم ما در دو جهان غیر خدایار نداریم مسکین و فقیریم به کاشانه دنیا با نیک و بدی هیچ کسی کار نداریم با نیک و بدی هیچ کسی کار نداریم با نیک و بدی هیچ کسی کار نداریم آه یارم ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم مستی شرابیم و کبابیم ربابیم
نیمستی شرابیم کبابیم ربابیم پروای می خانه خمار نداریم گر یاری وفادار نداریم عجب نیست ما یار بجز حضرت جبار نداریم 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 آه یارم ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم شاخ درختی ما جوانی بعدو کرده آه یارم ما مستی الستیم به یک جرعه منصور اندیشه فتوا و سری دار نداریم آه یارم ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم ما شاخی درختیم پر از میوه توحید هر ره گذری سنگ زند آر نداریم هر ره گذری سنگ زند آر نداریم هر ره گذری سنگ زند آر نداریم آه یارم ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم بدین نماینده ادغام‌های رقیبان اگر که ما توتی فخریم شکرخانه مصریم ما توتی فخریم شکرخانه مصریم چون زاغ سیم و مردار نداریم در باب دلی خسته شمس الحق تبریز ما یار بجز یار نداریم ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم آه یارم ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم مدینه مکو شهر پیغمبر محمد مدینه النبی تکرار کنید معلش مدینه مهاجر شد مدینه پیش کردن خودش اشتباهشون خیش رو پیش کردن التماس یک بار همین اثر نو یک بار دیگه تکرار کنید واپس نامه من درباره و گپ زدم سلمان فارسی رو و حجاج یوسف رو و قتیبه بینی مسلم و اون جبری که عرب ها برای مردم ماوراءالنهر کردن اگر از نظر دین آوری بگوییم بسیار غلط است زیرا دین باید از راه شعور از راه ذهن از راه دل از راه ایمان بیاید نه با شمشیر و یک باید گفتم و باید دیگرم باید میگم که ما کی به کعبه دل خود سجده کرده ایم غرقاب خون به قاتل خود سجده کرده ایم و یک شعر دیگر هست که شاید هیچ وقت چاپ نشد و منم نمیخوام که چاپ شد یا نو ستیزه است مثل مناجات بخشید مثل مناظره با خدای ناصر اسرار یا
شعر اقبال مناظره آدم با خدا که میگه خدایا زیروی خدایی چه دنیا نه مروت نه مدارا، افسش مدارا باید گفت. چه دنیا نه مروت نه مدارا، خدا گفتند و پر کشتند ما را. خداوندا تو خود یک تای و لیک، پر از دین کرده ای ملک خدا را. همطور چیزا خوب دامت یادم نیست. هزارها تشکرین. بسیار باز تند و تیزتر مناجات به خدا میگوید. خدایا زیروی خدایی تینتی انسان همه جمیل سرشتی. طلعت رومی چی بود و چهره حبشی را آلت خوبی چی بود و علت زشتی. نعمت منعم چرا دریا دریا، مهنت مفلیس چرا کشتی کشتی. اگر میخواستی اینها نپرسم، مرا بایست حیوان آفریدن. اگر در حشر سازم با تو دعوی، زبانم از دهان باید کشیدن. اگر آن دم زبان از من نگیری، نیم عاجز ز گفتار شنیدن. خدایا اما از اون شعر ناصر خسرو اگر در حشر سازم با تو دعوی، زبان از من نگیری، نیم عاجز ز گفتار و شنیدن. ولی از ترس نتوانم جغیدن. خدایا راست گویم فتنه از توست، خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم جغیدن. جاغ زدن نمیتونم. نمیتونم. استغفرالله.